Салом дӯстдорони варзиш. Шикасти Роналдо ва Ал-Наср, муборизаи Ислом Махачев ва Дастин Порье, ҷудокорони тоҷик дар Тбилиси Гранд Слам 2024, ғолибияти Барселона ва Арсенал. ҷолибтарин хабарҳо аз дунёи варзиш. Бо мо бошед. تیم جودای تاجیکستان در مسابقه تبلیسی گراند اسلام 2024 اشتراک میکند. مسابقه از 22 تا 24 مارس با اشتراک 428 جودوکار از 75 کشور جهان برگزار میگردد. تاجیکستان را در این مسابقه 9 جودوکار نمایندگی میکند. محمد صالح قواتов و حقداد گلوف در وزن تا 60 کیلوگرم، عابد جبوف در وزن تا 66 کیلوگرم، ابوبکر شریف در وزن تا 73 کیلوگرم، سامان محمدبеков در وزن تا 81 کیلوگرم، در وزن تا 90 کیلوگرم کامرانشوی اوستوپیریون، جهانگیر مجیدов و ابوبکر اکابیر در وزن تا 100 کیلوگرم. در میان بانوان باشد اهلیه مومینова در وزن تا 52 کیلوگرم تاجیکستان را نمایندگی میکنند. بازی جوابی مرحله 8 نهایی لیگ قهرمان‌های اروپا میان دسته‌های بارسلونا و ناپولی با حساب 3-1 به فایده کاتالونی‌ها انجام یافت. حساب را در جریان واخوری فرمین لوپز از هیئت بارسلونا در دقیقه 15 باز کرد. دو گل دیگر را ژائو کانسلو و روبرت لواندوفسکی به ثمر رسانیدند. یگانه گل ناپولی به نام امیر رحمانی ثبت شد. بازی اول دسته‌ها در ورزشگاه مارادونای شهر نیاپل با حساب 1-1 انجام یافته بود و با نتیجه بازی دوم بارسلونا به مرحله 4 نهایی برآمد. اما چنین برآمدن به 4 فینال برای آرسنال مثل بارسلونا به آسانی به دست نآمد. بازی دوم بین باشگاه آرسنال و پورتو در میدان آرسنال برگزار گردیده به حساب 1-0 به فایده توپچیان انجام یافت. بازی اول دسته‌ها در ورزشگاه دراگوی پرتغالیا با همین حساب اما به فایده پورتو انجام یافته بود و با نتیجه بازی امروزه تقدیر واخوری را سلسله ضربه‌های 11 متره حل و فصل کرد. پورتو هرچند با کشال دادن وقت میخواست بازی دوم حداقل مساوی انجام یابد اما به مقصد نرسید. همینطور دسته آرسنال در سلسله ضربه‌های 11 متره با حساب 4-2 مقابل پورتو ظفر یافته به دور 4 نهایی راه یافت. در شب گذشته نه تنها تقدیر بازی آرسنال و پورتو بلکه تقدیر بازی النصر و العین را نیز ضربه‌های 11 متره حل کردند. باید یادآور شد که محض در همین بازی کریستیانو رونالدو 750مین گل خود را در سطح باشگاه به ثمر رساند. اما 750مین گل رونالدو هم نتوانست النصر را از مغلوب شدن نجات دهد. بازی جوابی مرحله 4 نهایی لیگ قهرمان‌های آسیا میان دسته‌های النصر عربستان سعودی و العین امارات متحده عرب به حساب 4-3 به انجام رسید. با نتیجه بازی رفت و برگشت حساب 4-4 شد و در سلسله ضربه‌های 11 متره النصر با حساب 3-1 از العین شکست خورد. در مرحله نیمه نهایی دستپرورهای هرنان کرسپو با غالبیت جفت الهلال و الاتحاد بازی میکنند. قهرمان فعلی UFC در وزن سبک ستاره داغستانی اسلام مخاچف و رزمکار آمریکایی داستین پاریه برای مبارزه در ماه ایون سال 2024 به موافقه رسیدند. داستین پاریه در صفحه توییترش نوشت: اسلام در ماه ایون. رزمکار داغستانی با اموجی‌های دستفشاری و مبارزه از راضی بودن خود درک داد. آخری هفته گذشته پاریه با بنوا سندنی واخورده بود. یادآور می‌شویم که زد و خورد داستین پاریه و بنوا سندنی در مسابقه UFC 299 در میامی برگزار شد. واخوری با پیروزی پاریه در دور دوم به انجام رسید. برای سندنی این مغلوبیت اولین بار در فعالیت کسبی او بود. مخاچف در آخرین نبرد خود ماه اکتبر در مسابقه UFC 294 در دور اول بر الکس والکانوفسکی استرالیایی با نکاوت تکنیکی پیروز آمده بود. این بودند خبرهای مهم در این روز. با ما بمانید.